نوجوان‌ها و جوان‌ها توی این اربعین یه بروز و ظهور دیگری داشتن. حالا یه مدرسه ای از آقا توصیه خواستن. آقا یه توصیه ای فرمودن، میفرماد در این راهپیمایی مقدس توجه و توسل را از دست ندهید. اون توسل و توجه جای خود، اینو از دست ندید. خب این برای نوجوان‌ها کار خیلی سختی نیست، چون قلبشون قلب روشنیه، هنوز مثل ما بزرگترها انقدر گناه نکرده قصی بشه، هنوز علاقه به خونه، علاقه به ماشین، علاقه به پول، علاقه به ثروت، علاقه به مقام، هنوز هزار تا این بیماری های لاعلاج هنوز دچارش نشده، هنوز قلبش سالمه. لذا توسل و توجه راحت پیدا میکنه نوجوان و جوان. خدا هم به نوجوان و جوان توجه بیشتری میکنه، عنایت بیشتری میکنه. برای همینم اکثر این مجالسی که شما میبینید در کشور رونق داره، اکثرا نوجوان و جوان این آمادگیشو داره خالصترین اشک‌ها رو برای ابا عبدالله بریزه، این آمادگیشو داره خالصترین اظهار ارادت‌ها رو به سید الشهدا تجلی بده، این آمادگیشو داره. آقا میفرماد فرصت تأمل و تفکر در مجاهدت سید الشهدا علیه السلام و هدف آن و برکاتی را که خداوند برای این فداکاری بزرگ عطا کرده است و آن هدف باید هدف هر انسان مؤمن باشد، به این توجه بکنه. آقا سر کلمه به کلمش کلی حرف داره که آقا شما الان فرصتیه برای تفکر و تأمل در چه چیزی؟ کلن آقا، کلن آدم فکر بکنه خیلی خوبه، خب باشه، کلن تفکر چیز خوبیه، ولی اینجا حرف چیز دیگه است. راجب چه موضوعی باید فکر کنیم؟ راجب جهاد حسین ابن علی باید فکر کنی، نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. چرا امام حسین جنگید؟ بله راجب موضوع جهاد فکر کن نوجوان. آقا میفرماد تو راهپیمایی اربعین راجب جنگیدن حسین ابن علی و آرمانی که برای این آرمان و هدف می جنگد تفکر کن. خیلیات توی رسانه حسینی توی این قصه اربعین هی سعی میکنن یه جوری این جنگیدن رو اصلا مخفی کنن، اصلا نبینن. مثلا شما اربعین 90% چیزی که میشنوی از مشایع چیه؟ خدمته. آقا خدمت چیز بدیه؟ خب آقا شما چرا به جوانها توصیه نمی کنی راجع به این ایثاری که دارن عراقی ها میکنن تفکر کنید؟ اینو شما تمام طول سالم وقت داری که تفکر کنید راجع بهش. از این فرصت استفاده کن، تو محضر حسین ابن علی هستی، از جنگیدن حسین ابن علی سر در بیار، یقه اون روحانی رو بگیر، یقه اون مداح رو بگیر، یقه اون مدیر هیئت رو بگیر. چرا حسین جنگید؟ 30,000 نفر مقابلش بودن، 100 نفر بیشتر یار نداشت. چه یارانی؟ مثل عبدالله 11 ساله، مثل قاسم 13 ساله. 100 نفر مقابل 30,000 نفر چه توجیهی داره؟ چه عقلانیتی داره؟ هنوز شام یزید تکون نخورده از جای خودش، حسین ابن علی 18,000 مسلح در کوفه درست کرده بود. چرا حسین ابن علی صبح تا غروب عاشورا یارانش رو از دست داد، زخمهای کاری و کاریتر برداشت اما دست از جنگ نکشید؟ چرا حسین ابن علی در عین تنهایی جنگید؟ چه مقصدی داشت ابا عبدالله الحسین؟ چه هدفی داشت که برای اون هدف فقط باید می جنگید؟ آقا می فرماد راجع به مجاهدت سید الشهدا فکر کنید. هدف سید الشهدا این بود، اصلاح امت. چیه امت رو اصلاح باید بکنه؟ این نجنگیدن امت برای رسیدن به قله که حاکمیت خداست. شما جوانان باید برسید به قله. قله چیه؟ قله حاکمیت امام عدله، قله حاکمیت دینه. راهی جز مجاهدت داره؟ همون آقایی که به دانش آموزا، به نوجوانها دستور میده راجع به مجاهدت تأمل کنید، همون آقا به جوانها دستور میده چگونه تا قله برسید. 5 دقیقه صحبت بین 2 نماز امروز تکمیل کننده اون 2 خط
بیان آقا به دانش آموزان بود. به نوجوانان میفرماید راجع به جهاد حسین ابن علی تأمل کنید، تفکر کنید که تکلیف خودتون رو پیدا بکنید. به جوانها میگه خب شما تکلیف رو پیدا کردید، دارید مبارزه میکنید، شما در این راه حسین ابن علی حالا استقامت بورزید. فاستقم کما امرت و من تاب معک. از جهاد خارج نمیشه آقا. اونایی که برگشتن از بت پرستی، از شرک، حالا مسلمان شدن، حالا باید استقامت ببرزن. در چی استقامت ببرزن؟ در جهاد. با بالجهاد لم ابعث بالذرا. نوجوانها چگونه می شود یک مجاهد شد رو درس بگیرید. این حرف امروز آقا نیست، دهه 60 آقا فرمود. اون موقع مقام معظم رهبری فرمود در جمهوری اسلامی، در نظام اسلامی، در حکومت اسلامی مقصد در تربیت پرورش یک مجاهد فی سبیل الله و هنوز دستور عمل تربیتی نظام جبهه انقلاب اسلامی این حرف قرار نگرفته. هیچ کجا پیدا نمی کنید. و نوجوان ما الان به هر چیزی دور و بر ساحت حسین بیاندیشه به غیر از جهاد. این ننگ نیست برای شما؟ اشهد انک وفیت به عهد الله و جاهدت فی سبیله. هر زیارتی رو ببینید این عبارت درش هست، جاهدت فی سبیل الله حتی اتاک الیقین. جهاد حسین ابن علی یعنی جهاد، یعنی مبارزه. هدف آن و برکاتی را که خداوند برای این فداکاری بزرگ عطا کرد. این برکت 40 رو میبینید، این بیداری دلها. فاعذر فی الدعا و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. با جهاد حسین ابن علی، با شهادت حسین ابن علی، یکی از اعظم برکات الهی نازل میشه. چی؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. بندگان خدا از جهالت و حیرت ضلالت بیرون میان. خون بیداری ایجاد میکنه. شما از کدام درس حسین ابن علی انقلاب کردید؟ از درس مبارزه حسین ابن علی با یزید. از کدام درس حسین ابن علی 8 سال دفاع مقدس رو اداره کردید؟ از درس مبارزه حسین ابن علی با یزید. آن هدف باید هدف هر انسان مؤمنی باشد. این هدف حسین ابن علی، هدف حسین ابن علی فقط نیست، هدف تو نوجوان هم باید باشد. یعنی من نوجوان باید راه جهاد حسین ابن علی رو برای رسیدن به این هدف پیش ببرم؟ بله بله بله. خب یعنی من باید یک مجاهد باشم؟ بله. حسینی بودن به غیر از مجاهد بودن نیست. حسینی بودن به خوب گریه کردن نیست. حسینی بودن به خوب انفاق کردن نیست. حسینی بودن به خوب مجلس داری کردن و سفره انداختن نیست. حسینی بودن به خوب جهاد کردن و مبارزه کردنه. نوجوانان برای جهاد آماده بشید و تربیت بشید. پدر و مادر فرزندت رو برای جهاد تربیت کن. اگر برای جهاد تربیت نکنی تربیتش نکردی. قیامت یقتو خواهد گرفت. میگه خدایا قرار بود این پدر این مادر دست منو بگذاره تو دست تو، این کار رو نکرد. من رو تو راه پیغمبر و آلش ثابت قدم نکرد. هدف حسین ابن علی رو به من نشون نداد، به من کمک نکرد بشم مجاهد فی سبیل الله برای مهدی. یقه او رو میگیرم خدایا حق من رو از او بگیر. این استدلال امام سجاده ها، حرف من نیست. حقوق فرزند بر والدین اینه، نشان دادن خدا و دلالت بر رب. کمکش کنی به خدا برسه. و جز مسیر جهاد راه دیگری برای رسیدن به خدا نیست. چون جز اسلام راه دیگری برای رسیدن به خدا نیست. و اسلام جز جهاد چیه؟ بعثت بالجهاد لم ابعث بالذرا. بعد میفرماد از خداوند توفیق هدایت بخواهید و در راه آن هدف ثابت قدم بمانید. مجاهد که شدی، حالا از خدا توفیق بخواه که هدایت کنه، تو این مراتب پیش بری، تعالی پیدا کنی، هدایت بشی و ثابت قدم بمونی. همین دستور ثبات قدم در راه هدف امام حسین رو، همین دستور رو امروز به جوانان دانشجو دادن. و همچنان این که در این راه پیمایی ها با استحکام حرکت کردید، جوانان راه رفتید،
در همه کارها انشاءالله خواهید توانست راه معنویت و حقیقت و حاکمیت توحید را انشاءالله با همین استحکام حرکت کنید. اون چیزی که امام زمان رو میاره حرکت شماست. اونایی که امام زمان رو میارن اینان: من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، جماعتی ان که میان یحبهم و یحبون، اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. ولایت مدارانی هستند که من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم. اینا امام زمان رو میارن. مجاهد فی سبیل الله امام زمان رو میاره. آقا چه زیبا امروز فرمود مثل راه پیمایی که محکم این حرکت رو نگه داشتید، اون جهاد، اون مبارزه، اون رشد در معنویت، اون توجه، اون رو محکم نگه دارید، در اون مسیر ثابت قدم بمانید. راه پیمایی ما امام زمان رو نمیاره. در ساموختن ما از حسین ابن علی در رسیدن به مقصد عالی حسین ابن علی، یعنی مجاهد شدن ما امام زمان رو میاره. اگر راه پیمایی اربعین ما پرچم جهاد و شهادت رو بلند کرد، که میکنه، که عده‌ای هستن این کار رو میکنن، مواکبی هستن که مثل کوه، دیدیم دیگه، سر راه دیدیم مجاهدین، هشت شعبی، بدریون، دیگران مبارزین. اصلا مبارزین جوانانی که آمدن زیارت از شهرهای دیگه، از کشورهای دیگه اومدن، از بحرین اومدن، از لبنان اومدن، از سوریه اومدن، یعنی با تب جهاد، با تب شهادت آمدن برای زیارت اربعین، مثل زینب کبرا با این انگیزه آمدن. این فرهنگ جهاد و شهادت اگر در اربعین، در راه پیمایی 30 میلیونی ما اگر غلبه پیدا بکنه، بله امام زمان رو خواهد آورد. همچنانی که در این راه پیمایی ها با استحکام حرکت کردید، جوانان راه رفتید، در همه کارها انشاءالله خواهید توانست راه معنویت، مرحله اول، مرحله بعد حقیقت، تبیین، بصیرت، مرحله بعد حاکمیت توحید. قبلش آقا فرموده بود جهاد و مبارزه حسین ابن علی برای حاکمیت. حاکمیت توحید را انشاءالله با همین استحکام حرکت کنید. این امیدی است که به شما جوانان امروز هست، جوانان دنیای اسلام و جوانهای ایرانی. امیدوارم خدای متعال به شما کمک کند، توفیقات بدهد، استقامت بورزید در این راه و همیشه حسینی زندگی کنید و حسینی بمانید. زندگی حسینی، برای حسین اشک ریختن، خون ریختن که کار سختی نیست. حسینی زندگی کردن کار سختی.